سلام دوستان، باغ 10 هکتاری جناب آقای شهنازی هستیم، تشریف بیارید. با سلام خدمت بزرگترین باغدار سنجد جناب آقای عبدالله شهنازی هستیم. بیش از 10 هکتار باغ سنجد دارن ایشون. جناب آقای شهنازی سلام، احوال شما خوبی؟ ما خوش اومدیم به باغ شما. امسال سال 1402 قیمت فروش سنجد جناب آقای شهنازی چنده؟ قابل توجه تجار و صادر کنندگان سنجد ایران. دوستان عزیز، هر چقدر هر مقدار سنجد با هر توناژی خواستید آقای شهنازی همه ساله با بهترین کیفیت ارائه میدهد. مقاوم به سرما، مقاوم به شوری، مقاوم به گرما، مقاوم به کم آبی. Daha soğan açmayın, daha haviz açmayın, daha yığılma açmayın, iyice açın. درخت سنجد به دلیل مقاوم بودن در برابر کم‌آبی، سرمازدگی، آفات و بیماری‌ها در اکثر نقاط استان قابل کشته و از اونجا که جزو درختان زود بازده به حساب میاد میتونه گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشه. میوه و برگ این درخت خواص دارویی و غذایی فراوانی دارند و در درمان بیماری‌های مفصلی و استخوانی و ریوی استفاده میشن. با توجه به بازار و قیمت مناسبی که این محصول داره میشه به چشم یک کسب و کار تضمینی بهش نگاه کرد. حالا اگر همین میوه سنجد فراوری بشه و به پودر سنجد تبدیل بشه و یا شکوفه اون در وقت مناسب جمع‌آوری بشه و به کشورهایی که صاحب صنعت عطرسازی هستن صادر بشه، قطعاً سود حاصل چندین برابر درآمد میلیاردی از سنجدکاری. امسال سال 1402 هر کیلو میوه سنجد اصلاح شده 300,000 تومنه. یعنی هر درخت 10 ساله‌ای که 100 کیلو بار میده 30 میلیون تومن برای باغدار درآمد داره. باردهی درخت سنجد اصلاح شده رقم قزل ملاحظه می‌فرمایید. درخت 3 ساله با بیش از 20 کیلو عمل کرد. باردهی درخت سنجد اصلاح شده حاج حسین ملاحظه می‌فرمایید. درخت 3 ساله بیش از 20 کیلو بار داده. امروز 8 شهریور ماه، هنوز محصول نرسیده. حدوداً 20 روز دیگه محصول به بازار عرضه میشه. درختی که ملاحظه می‌فرمایید 20 ساله هست، حدوداً 150 کیلو بار داده.